امیرعلی پرورشزاده هستم از استان یزد. حدوداً 9 ساله که حرفه خوانندگی به صورت نیمه حرفه‌ای فعالیت دارم. آرزوی امیرعلی اینه که بتونم کارهای خوب تولید کنم به گوش مردم برسه. هنوز کنسرت نداشته طرفدار پیدا کردیم. ولی اینا هیچ ربطی به داورای ما ندارن. خواننده بودن یک مجموعه ای از اتفاقات شخصی و تخصصی و حرفه‌ایه که باید همه رو در کنار همدیگه لحاظ کرد تا به یک نفر گفت خواننده. یه فاکتوری داره که ظاهرا به اون بخشش خیلی توجه نمی‌کنی. آقا پاوراتی هم توپل بود دیگه. خب آره، ولی اون تو اون استایل موسیقیه. وقتی ما می‌خوایم در هیته پاپ فعالیت بکنیم کاملا فاکتورها عوض میشه. آقا تو نظرت بگو ما لاغرش می‌کنیم. نظرم بگم لاغرش می‌کنیم. بله میشه، واقعا این کارو میشه کرد. یعنی میشه. نظرت مثبته؟ من باهاش نظرم مثبته. آقا یا نظرش مثبته. چون
چون فکر میکنم که میشه که یه کارهای انجام بده و یه پروسه‌ای از نظر تو استعدادشو داره بدون شک. کارشناس تخصصی موسیقی ما امیرعلی پرورش رو پسندید. بریم ببینیم بقیه چی میگن. یه نکته شاید کوچولو ولی جذاب بگم، برونو نتل که یه موسیقیدان بزرگ و مردم شناس چک بود، اومده 2 دهه توی ایران کار کرده، دهه 40 و 50. راجع به ردیف‌های موسیقی ایرانی نکته بامزه میگه ردیف‌های موسیقی ایرانی قشنگ فرهنگ ایرانی توشه، هم سلسله مراتب و ادای احترام و رابطه پدر و فرزند و همه اینا توشه. مثلا ما باید دستگاه همایون رو مقدم بر بیات اصفهان بخونیم، هم خلاقیت فردی توشه. یه جمله‌ای رو از نورعلی خان برومند ذکر میکنه که مثل هر 2 تا بلبلی که چهچه میزنن ولی چهچهی تکرار نمیشه. یه نکته بامزه دیگه هم میگه که به نظرم توی ادا اطوار ایشون هم بود، میگه موسیقی ایرانی به شدت توش تعارف توشه، به شدت بدبستونای فرهنگی خاصه. من توی اون لحظه‌ای که چشاشو میبست و باز میکرد و دستشو میذاره اصلا این عالیه دکتر. یعنی من مطمئنم امیرعلی اگر تو همون بخونه چون چشش بسته شامپو چشش نمیره. آره. دسته موسیقی ایرانی حساب نمیشه ها. درسته که یک این قطعه از یک خواننده که خواننده سنتیه، ولی این ژانر موسیقی جزء موسیقی ایرانی حساب نمیشه به نظر من. یعنی این کاری که از هومن شجریان خونده تو پاپ میدونی؟ بله. امین، من هم گرمای صداتو دوست داشتم، هم حجم صداتو دوست داشتم. فقط چند جا کوک خارج شد، 2-3 جا این اتفاق افتاد، مخصوصا بخش آخر که دیگه رها کردی و اینا، با کوک نوتی که در واقع پیانو داشت میزد خارج شدی، یه مقدار فاصله داشتی، ولی خیلی آینده خوبی خواهی داشت. اگه 14 سال تو این مدت به این حالت به این رسیدی، مطمئنا خیلی پیشرفت خواهی کرد و جای خیلی خوبی خواهی رسید. تبریک میگم بهت. مرسی. بله، منم که عموما تحت تاثیر آواز خوب و صدای خوبم بسیار ممنون که شما رفتید سراغ خواندن، آواز خواندن، حالا تصنیف خوانی، حالا هرچی، به دلیل اینکه زمانه من فکر کنم یه درصدی تو دنیا هم همینطوره، بیشمار آدمی که واقعا تارهای صوتیشون برای خواندن نیست رفتن به سمت این حرفه و خیلی جای افسوس داره. به هر حال همین که حنجره رو هدر ندادید عالیه و بریم ببینیم چه میشه دیگه. خب یعنی هیچ نظر منفی نداریم؟ تمام؟ خب